اگر از من بپرسن جالب ترین سوال تیزهوشان که تا الان دیدی چی بوده، من این سوال رو انتخاب میکنم. سوال تیزهوشان 1402. یه سوال هوش خیلی جالب و معمایی و چالش برانگیز. دقت کنید دوستان، در نگاه اول اینجا ما توی شکل اول الگویی که به ما داده، یک نگاه اول اون یک الگوی تصویری دیده میشه که اینجا مستطیل هست. مستطیل و یک مربع، حالا مستطیل دوران پیدا کرده، چرخیده و یه مربع بهش اضاف شده. در شکل بعدی 2 تا مربع اضاف شده. ما چیزی که تو ذهنمون شکل میگیره که هر بار حالا یا داره مربع ها اضاف میشه یا این مستطیلمون داره دوران پیدا میکنه. به هر حال یا توقع داریم مستطیل در دوران پیدا کنه و به چرخه، یا تعداد مربع ها اضافه بشن. اما توی هیچ کدوم از گزینه ها ما همچین حالتی رو نمیبینیم. غافل از این که این الگوی ما یک الگوی کلامی هست. یعنی ببینید یک سوال خیلی جالب دادن که در نگاه اول یک الگوی تصویری، ولی وقتی که تو عمق ماجرا میبینیم که همین سوالی که در تیزهوشان 1402 خیلی از بچه‌ها نتونستن جواب بدن، یه الگوی کلامی که یک اول دبستانی هم اگر منظور این سوالو بفهمه میتونه حل کنه. چرا اول دبستانی؟ چون ما اول دبستان حروف الف با رو یاد میگیریم. ببینید حرف الف یا همون حرف آ، الف، ب، پ، دقت کردید؟ و حرف بعدی حرف ت هستش. ما 2 تا نقطه بالای مستطیل میخوایم که گزینه 3 جواب ما هست.